افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اصلکانی بیبی. انا وقتی افسانه خانی هم نرسید. امشب من برایتان از کتابی افسانه های خلق تاجیک افسانه جزای هیلگر بود نبود یک روباه بود. روباهی عیار بود، به خوردن تیار بود، طاقتی کار نداشت و از مهنت بیزار بود. یک روز از تنهایی زیغ شد و به سری راه برآمده به سنگ پشت و مورچه خورد. تو کیستی؟ پرسید از سنگ پشت. مرا میپرسی؟ من سنگ پشت. این جانورک چی؟ مورچه رو نشان داده پرسید روباه. دوستی من مورچه. دوستی من میگویی؟ تمسخر کرد روباه. تو مگر از ذات خزنده ها نیستی؟ ها، من از ذات خزنده ها. تصدیق کرد سنگ پشت. این مورچه از ذات حشرات است که تو چخیل با این دوست شدی؟ چی فرق دارد؟ این هم جانور، من هم جانور، گفت سنگ پشت. روباه این گپ را شنیده فکر کرد که جانورک های نادان را ساز کردن در کار، چنان ساز کردن در کار که یک عمر فراموش نکنند. اگر همین خیل نکنم من روباه، لقبم عیار نه. قسم خورد روباه در دلش. نباشد من هم به شمایم دوست، گفت روباه. از 2 دوست 3 دوست بهتر است، همین طور نه؟ سنگ پشت و مورچه راضی شدند. روباه پیش سنگ پشت از عقیب او، مورچه از پشت سنگ پشت به راه در آمدند. روباه همراهانش را به جای گرفته رفت که یک توده گندم ریخته بود. عجب گندمی سربود است، گفت مورچه یک دانش را گرفته. کلان پر مغز. اگر همه این را به خانه برم تمام زمستان مزه کرده میخورم. ای مورچه، تو شرط دوستی را بیران کردی کو؟ گفت روباه. ما دوست شده ایم، دوستان هرچی که یابند برابر تقسیم میکنند. این گپ درست، تصدیق کرد سنگ پشت. لیکن این گندم کم. سخنش را دوام داد روباه. کرایه تقسیم نه. بهتر که یگان زمینی نقص یافته این را کاریم و بعد حاصلش را تقسیم کنیم. چی گفتید؟ مورچه و سنگ پشت راضی شدند. گندم را خونداشته گرفتند و زمین کابی رفتند و روباه یک تپه راست و بلند را نشان داده گفت. انا زمین نغز و تازه ملایم همینجا میکاریم. روباه و سنگ پشت گندم را یک سو ماندند و به شدگار زمین سر کردند. یک کمک کار کرده بودند که روباه به تپه نگاه کرده گفت. این تپه به نظرم به بالای زمینی ما می افتادگی برین. اگر غلطد تمام مهنتمان برباد می رود. شمایان شدگار کردن گیریدان، من رفته تپه را داشته می ایستم. روباه به مورچه و سنگ پشت فرصتی دهان کشادن نداده تاخته به بالای تپه برآمد و به حضور خواب رفت.
این دوستمون ما را فریب میداد اگه بریم کو. گفت سنگ پشت عرق پیشانش را پاک کرده. غم نخور، اگر فریب دهد جزایش را میدهم. او را آرام کرد مورچه. مورچه و سنگ پشت شودگاه را تمام کرده دان پاشیدند و در تردد دمگیری شدند. او نقص مهنت کردیم، گفت سنگ پشت. مهنت کردیم، راحتش را میبینیم، گفت مورچه. من هم از شمایان کمتر مهنت نکردم، گفت روباه از تپه آمده. خریت رفته بودم، تپه چپه شده ایستاده بوده است. اگر چارش را نمیدیدم چپه میشد و هممون در تکش میماندیم. کسی یافت نمیشد که به حال زاری ما گریه کند. چنان زور زدم که راکهای پایم درد میکند. چند وقت گذشت. از تگی زمین نرم گندم نیش زده برآمد، مایسه شد. بعد نهالهای گندم قد بالا کردند و خوشه برآوردند. خوشه ها دان بسته پختند. مورچه و سنگ پشت به سر گندمزار آمدند. آن را دربیده بند بستند، خیرمند کردند و کوفتند. سانی بود داده غلبیر کردند و اکنون تقسیم کردند که از کجای روباه رسیده آمد. از سلام شریکا. این گندم بسیار نیکو، گفته دومش را بازی داران روباه. 3 تقسیم کنیم، به هر کداممون کم کم میرسد، برکتش میپرد. بهترش 1 تمون گیریم و مانیم. خیر، تو مهنت نکرده ای؟ نگیر، گفت سنگ پشت. برای من و مورچه همین قدرش هم دولتی کلان. نه سنگ پشت، تو عهد دوستی را ویران نکن، اعتراض کرد روباه. بیایید شرط میبندیم، هر کی برد گندم از آن او. چی خیلی شرط؟ پرسید مورچه. هر 3 من به تگی ها انوی درختی صده می رویم و از همونجا دویده می هاییم. کی پیش آمد گندم را همون کس می گیرد. سنگ پشت راضی نشد. نه، من راضی نه. تو میدانی که از ما پیشتر می هایی، این شرطت نمی شود. مورچه سنگ پشت را طرفداری نکرده گفت. حالا پیشتر آمدن کی معلوم نه. شرط روباه را قبول میکنیم. مورچه با سنگ پشت چشمک زد و بعد وقتی که روباه به طرفی صده روان شد به گوشش چیزی گفت. هر 3 به تگی صده آمدند. تا آنجا قریب 100 متر بود. تیار شوید، گفت روباه. مورچه و سنگ پشت با دویدن تیار شدند. 1 2 3 دویدیم، گفته روباه به طرف خرمن چرخه زد. مورچه دم نزده به دم روباه محکم چسبیده گرفت. روباه در یک آن به خرمن رسید. انا گندم حق حلال من شد، گفته دومش را برای گندم گذاشت و انا گندم حق حلال من شد، گفته دومش را برای گندم گذاشت و قاه زنان خندید. های روباه، خنده بس کن و دومت را بردار، گفت مورچه از بالای دومی روباه برای گندم فرامده. تو این گندم حق حلال من گفتی؟ از تو پیشتر من آمده شیشتم و این گندم از آن تو بین شده است. نه. روباه حیران شده پرسید. چی خیل تو از من پیشتر آمدی؟ چی خیل؟ برابری تو تاخته آمدم، جواب داد مورچه. باور نمی کنم، گفته روباه جنجال برداشت. به بالای جنجال سنگ پشت رسیده آمد و گفت. های روباه، جان شیرین یا گندم؟
این چی لبی گفتگیت؟ پرسید روباه در قهر شده. آوازی سگا نمیشنوی؟ پرسید سنگ پشت. دو سگ ذاتی تو را کافته می آیند. روباه از سگ جدا هم می ترسید. گپی سنگ پشت را راست گمان کرده با پشتش نگاه نکرده گریخته رفت. مورچه و سنگ پشت به حال او خوب خندیده گفتند جزای هیله‌گر همین. بعد گندم را برابر تقسیم کرده به خانه هایشان بردند و تمام زمستان مزه کرده خورده خواب رفتند. انا همین بود اصلکانی بیبی افسانه جزای هیله‌گر. برای شمایان خواب شیرین خواهانم. اصلکانی بیبی با شما بودم. بیبیتان براحت بانو. خواب شیرین. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام